به نام خالق هستی خدا. سلام دوستان، مرشاد باوندی هستم با یه قسمت دیگه از قسمت‌های مسیر جریان هدایت هستی کنار همدیگه هستیم. امروز میخوام در مورد یک مسئله بسیار مهم، یکی از قوانین مهم جهان هستی با هم صحبت کنیم. اگر قسمت پیشو دیده باشین که در مورد عدل خدا بود، توی صحبتان در مورد یک مسئله صحبت کردم، یکی از قوانین مهم جهان هستی به نام قانون باورها. و اگر کسی این قانون باورها رو درکش کنه و بتونه درست ازش استفاده کنه، 100% اتفاقات خیلی عالی تو زندگیش میفته. من خودم تا جایی که تلاش کردم تو مسیر زندگیم این قانون باورها رو یاد بگیرم، چه شکلی درستش کنم، تغییراتی ایجاد کنم، مسیرم هموارتر شده و خب همچنان یه سری چالش ها سر راهمون هست، باید تغییرش بدیم تا بتونیم سرعت رسیدن به خواسته هامون رو زیادتر کنیم. مثل همیشه جلسه‌مون رو با یک سوال شروع میکنم. به نظر شما قانون باورها چه شکلی شکل میگیره؟ بهش فکر کنید، استوب بزنید و حتما جوابش رو برای خودتون بنویسید. امیدوارم به سوال پاسخ داده باشید و این پاسخاتون رو حتما نگه دارید. چیزی که من بعد از یک تایمی تجربه زندگی بهش رسیدم و برای شکل‌گیری باورها معمولاً گفتار افکاریه که زیاد تکرار میشه و زیاد بهش فکر میکنیم. هر فکری رو که زیاد بهش فکر کنی، هر صحبتی رو که زیاد بگی، هر فکری که زیاد تجربه به وجود برات بیاره، هی تجربهش کنی، هر چیزی که بیش از چند بار داره تکرار میشه و به اصطلاحی داری بهش توجه میکنی، تکرار افکارت باعث میشه که یه سری باورها تو زندگیت شکل بگیره و باورهایی که زندگی ما رو درست میکنن. این خیلی مهمه بدونید. پس وقتی که به یه چیزی زیاد از حد توجه میکنیم، به یه چیزی زیاد از حد فکر میکنیم و اینو هی تکرارش میکنیم، مثلا به این که پول کمه، داریم فکر میکنیم دیگه، پول کمه، خب پول نیست. بعد وقتی تو مسیر زندگی قرار میگیریم، تجربیاتی که نگاه میکنیم، کسایی به پست ما میخورن که پول ندارن. این باعث میشه که چی بشه؟ ما یک فکر رو تکرار کردیم پول کمه، بعد یه سری افراد میبینیم اونا هم میگن پول کمه، تجربه به وجود میاد، این فکر تکرار بعد میبینیم شده باور برامون و این باور زندگی ما رو شکل میده و تو زندگیمون قشنگ میبینیمش که واقعا پول کمه. یا مثلا یه سری افراد دیدین میگن که من خیلی زشتم، یا مثلا بینیش رو مثلا میگه بینی من زشته، بینی من کجه. خب وقتی که تو آینه نگاه میکنه، مثلا خودش نگاه میکنه، میگه چقدر من زشتم یا بینیم کجه. بعد که تو مسیر زندگیش قرار میره، یه نفر میاد میگه بینیت کج نیست. این میاد تو آینه نگاه میکنه، بیشتر روش تمرکز میذاره، بیشتر بهش توجه میکنه. خب بعد که نگاه میکنه میگه راست میگه، بینی من کجه فلان، باز میره جلوتر یکی دیگه بهش میگه. خب این مسئله باعث میشه که این فکر کنه بینیش زشته، خودش زشته. چرا؟ چون این مدام تکرار شده و به صورت تجربه توی زندگیش پدیدار شده و اینجوریه که باورش شکل گرفته که من زشتم، باورش شکل گرفته که پول کمه. برعکسش هم هست از خیلی از آدمایی که ثروتمندن سوال میکنیم بحث پول در آوردن، میگه پول در آوردن کار راحتیه. بعد کار راحتیه یعنی چی کار راحتیه؟ وقتی با این صحبت میکنی از مسیر زندگی که تا الان بهش رسیده صحبت میکنه، یعنی یک مسیر رو میگه که همش لذت بوده، فکرهایی رو میگه که همش لذت بوده و این تکرار فکرهایی که داشته، این لذتهایی که میبرده، خب پول در آوردن براش راحت کرده. پس نتیجه گیری که باورها زندگی ما رو شکل میدن. قانون بسیار مهمیه. ما چه شکلی باورهایی که از الان به بعد به وجود میان و درست به وجود بیاریم، به چیزهایی که دوست داریم به دستشون بیاریم، مدام فکر کنیم، توجه کنیم، تو زندگیمون پدیدار میشن
و این میشه باور همون چیزی که دوست داریم به دست بیاریم. اینجوریه که یک باور شکل میگیره. توجه کردن و تکرار افکار باعث به وجود آمدن باورهای ما میشه. ببخشید من اگه این جمله رو چند بار دارم تکرار میکنم به خاطری که بدونین بابا باورهای ما چه شکلی شکل گرفتن، باورهای ما چه شکلی به وجود اومدن. این خیلی مهمه که بدونیم با تکرار کردن فکرهامون، با تکرار کردن افکارمون، باورهامون به وجود اومدن. ببینید باورها مبحث خیلی گسترده‌ای داره. به خاطری که طولانی نشه و شما این جلسات رو چندین بار گوش کنید و بتونین ازش استفاده درست ببرید. ما کوتاه میکنیم جلساتمون رو، در حد همون 7-8 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکنیم. شکل‌گیری باور رو در موردش صحبت کردیم، اما باورها چه شکلی به وجود اومدن. ببینید اون چیزی که الان ما داریم، زندگی که الان ما داریم، حالا چه ازدواج کردیم، همسری که داریم، بچه‌هایی که داریم، خونه‌ای که داریم، ماشینی که داریم، نداریم، پولی که داریم، نداریم، همه اینا نشأت گرفته از یه سری از باورهایی هست که قبلاً به وجود اومده که اونو براتون توضیح میدم. ولی از الان به بعد من براتون توضیح دادم که بابا از الان به بعد زندگی تو بیا بساز دیگه، تا الان هر چی بوده مهم نیست، ولش کنیم. از الان به بعد تنها راهی که میتونیم زندگیمون رو اون مدلی که خودمون دوست داریم بسازیم اینه که بیایم قانون باورها رو رعایتش کنیم. اون چیزی که دوست داریم بسازیم واقعا بیایم بهش فکر کنیم، واقعا بنویسیمش، واقعا مدام تکرارش کنیم و به دستش بیاریم. چون یکی از قدرتمندترین راه‌های ساختن باور تلقین کردنه، جملات تأکیدی مثبته که شما هر روز بشینی اونو تکرارش کنی، مدام تکرار کنی، صحبت کنی با خودت در مورد چیزی که دوست داری به دست بیاری، صحبت کنی. ببینید ذهن انسان اینجوری طراحی شده که زمانی که شما داری در مورد یک چیزی صحبت میکنی، مثلا در مورد چیز خوب صحبت میکنی، در مورد آینده خوب صحبت میکنی با خودت، همزمان ذهنت نمیتونه به یک چیزی بد فکر کنه. این خیلی مهمه بدونی. برای همینه که میگن تلقین کردن، صحبت کردن مثبت به شما کمک میکنه سرعت رشد ساخت باورهاتون بیشتر بشه. چون ذهن انسان همزمان نمیتونه دوتا کار رو همزمان انجام، یعنی هم بیاد به بده فکر کنه، از یاد تو در مورد خوبت صحبت کنید. پس تلقین کردن بهتون کمک میکنه که شما بتونین احساس خوبی رو درست کنید، شما بتونین باورهاتون رو تو مسیر بهتر قرار بدین و باورهای آینده ساز رو بسازید با تلقین کردن، با صحبت کردن با خودتون، با مثبت اندیشی. مثبت اندیشی نه اینکه به منفی ها دیگه نه، منفی وجود داره، مهم نیست. مهم اینه که شما الان برای آینده داری برنامه‌ریزی میکنی و صبر داشته باشی. میخوام در مورد صبرم بهتون بگم. صبر داشتن یعنی این که معمولا ما آدم‌ها اینجوری دوست داریم هر کاری الان کنیم سریع نتیجه بگیریم. نه، ببینید یک درخت میوه از زمانی که کاشته میشه تا زمانی که میوه میده یک زمانی رو سپری میکنه تا میوه برسه، میوه بده، برسه 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال. خیلی مهمه که صبر داشته باشیم، چون الان هر چیزی که داریم سرمنزل یک باورهایی که تا الان ساختیم رسیدیم. مثلا 38 سالمه رسیدم اینجا، نمیشه یه شبه بگم درستش کنم فردا برم کاری دیگر انجام بدم. نه، یه پروسه زمانی داره، صبور باشیم، با هم دیگه بریم جلو تا بتونیم درستش کنیم. پس استفاده از جملات تأکیدی مثبت کمک میکنه که باورهامون رو راحت‌تر بسازیم. خیلی خوشحال شدم کنار هم دیگه بودیم. یه جلسه دیگر رو به امید خدا جلسات بعدی در مورد چگونه ساخته شدن باور، در مورد باورهای مختلف با هم صحبت میکنیم. همتون رو به خدای بزرگ مهربان میسپارم. یا حق.